کجا پا میذاریم فساد، جنایت جنایت جنایت. چی مونده؟ جنایت های اینا یکی دوتا نبوده. داریم خفه میشیم از این همه جنایت. ما امید نه به اصلاح طلب داریم، نه به اصولگرا داریم، نه به اون طویله مجلس داریم، نه به علما داریم، نه به هیچ کدوم اینها نداریم. اینا باید همه برن گم شن. اینها قاتلن. اینا میخوان ایران ویران کنن. مردم رو، همه مردم مصیبت زده شدن و هستن و دارن مصیبت زده میشن. امیدوارم که هرچی سریعتر با این همه جنایت جمهوری اسلامی همه دست به دست هم بدیم که جمهوری اسلامی بره. دیگه چه جنایتی میخواد اتفاق بیفته؟ نه روزمون روزه، نه شبمون شبه، نه کشورمون هیچی نداریم. ما امیدمون به خودمون و هموطنانمون هست که دست به دست هم بدیم. ملت ایران بیدار شیم. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واسادیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟